پیش اومده. سلام خوب باشید آقا. امروز اومدیم که بریم و ببینیم که آقا این آفر جدیدی که اومده چه چیزایی توش داره. هنوز نزدم. آره هنوز نزدیم و میخوایم بزنیم ببینیم چیه. آفر 90% و خیلی وقت بود که نیومده بود اینجور آفر و اگه چیزی که میخوام توش باشه به احتمال زیاد جوامون رو خرج کنیم و دمتم گرم. ولی اگه نبود فقط میبینیم که چیا آورده فری و میریم دست بعدش بازی میکنیم. آقا رنکمون رو بردیم فعلا دایمند 3. آره و یه ستاره دیگه میخوایم که بریم دایمند آیوی و اینکه آره این یه ستاره رو امروز بگیریم و اینکه ببینیم توی شاپ، یعنی توی شاپ میگم یعنی توی آفر چه چیزایی اومد. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما رو ساب کنید، زنگوله کنارشو بزنید، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستتون دارم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه بریم که داشته باشیم این چی شد اینو زدم. نه این آقا اینو خدا یه 90% بگوری داشت. ممنون 90 قشنگی. خب آقا 68% ممنونم. خب 68% که واسه ایکی هستش هونمونده و از این آورده 32. این چیه؟ آها واسه گرزار. اینم که هیچی. خب اینجا که چیز خاص این چیه؟ نه بدنم نمیخواد. ستش بد نیست بچه ها، خدا وکیلی بد نیست ستش، میشه باش خدای ستای خفن زد. ستشو دوست دارم. و این که بریم ببینیم اینجا چی داره. اینجا هم که دنس آره چه دنس زیبایی. خیلی دوست دارم. اینو خیلی دوستش داشت. من خیلی دوستش داشتم. این چیه؟ واسه یه چی بود یادم رفت. موسیقانی بود یادم رفت. این واسه یو ام پی و این F38 یعنی خب هی زندگی بچه این دنیا دیگه به درد نمیخوره. بچه به شخصی میتونم بگم اصلا از آفرش خوشم نیومد. خب یعنی اصلا چیز خاصی هم نداشت که بخوایم بگیم چه چیز خفنی. علنا من فقط به نظرم اینش خوب بود. شاید هم مثلا چیز خفن‌تری آورده باشه ولی چون ما داریمش نیاورده توی آفر. و این که این ورم اینش اونایی که این کوباتور میخوان مثلا خوب بسش این کوباتورشه. این چی؟ خب بچه یه ذره نظرم عوض شد میدونی. من بچه به نظرتون بگیرم باکسش بدونید چقدر جمده 995 جمده. آقا میگیریم یه چند تا از این باکس بگیریم به نظرم. نظرتونه مثلا یه 10 تا مثلا 120 تا جم مثلا، یا مثلا یه جوری بگیریم بشه 195 مثلا 192 تا مثلا جمش. آره خب 16 تا بچه بگیریم به نظرم. خب بریم بازش کنیم بچه. 16 تا بدیم خودش آدم باشه ببینی یه چیز یه 10 تا مثلا بزن. ببین آقا 10 تایی هم داریم آقا. خب اولی 6 تایی بزنیم بچه. یه 6 تا میزنیم 27 داد. نصفش هم ندادی داداش دمت. آقا 10 تا رو با هم میزنیم که آره 49 تا داد. خب چه بریم اینو ارتقا بدیم. کتاب ما کوش. ماشینه رو الان میگیریم. آقا ماشین داداشم ماشین 2 تا تاپ اسپید 2 تا سرعت رو میبره بالا بچه ها با یه دونه دمیج رید کد. نه آره یه همچین چیزی ردوک یه همچین چیزی. آره آیسش هم می 2 hours later میتونیم بگیریم بیان افرستاد بعد میکنیم. خب بذار ببینم. خب اینم از آیسش بچه بایسا. آقا بریم 2 تا اسپین بزنیم. آقا جان هرکی دوست داری بده و بده
داداش اینو بده به من، اینو من میخوام برادرم. ای زندگی. کاتاناش هم که 105 رو میخواد. خب اینم که هیچی. A few moments later. بچه اسپینا رو زدیم و این که وایسا. آره اینم از اینش. آقا ما اسپینا رو زدیم تموم شد. بعد آره کلا فقط تونستیم 16 تا باکس بگیریم. از بقیه چیزا خدای خوشم نیومد و این که آره اینم از آفرش چیز خاصی نبود زیاد. و میریم که کلش اسکواد بازی کنیم. و آره کلش اسکواد میریم که با یکی بازی کنیم، به کسی که الان درخواست که آره رفیقمه. و اینکه میریم بازی کنیم و خلاصه رنگمون رو ببریم دایموند آیوی. البته شاید تا امروز که تا هیرو میبرم 100%، ولی ویدیو فعلا حالا دایموند آیوی شو داشته باشید تا هیروی کشم بگیرم. آره خاچا بریم که داشته باشیم کلش اسکواد. بچه‌ها وایس آقا وایس نمیریم سراغش. وایس من وایس یه چیزی رو ندیدم فکر کنم. بچه‌ها وایسین. بچه‌ها فکر کنم تامسون هم بودن. بچه تامسون هم هست. آقا تامسون رو بگیریم. تامسون هم اول لولش الان ببرم. حالا ببین کل 20 رو میگیریم، جیبمون رو به فنا میدیم. آره این از اینش. خب بچه اینم بگیرم به نظرتون؟ وایس اینم بگیرم. اینم چیز خوبیه. اینم دوست دارم. دوست دارم. 500 تا جم دقیق. خدا رو شکر روندش کردیم. آقا روندش کردیم. این چیزا هم گذاشتیم دیگه. ما این ماشینا هم گذاشتیم و خلاصه اینو داداش این خدای این من دوستش دارم. آره. بعد چیکار می‌خواستیم؟ آها باکس بریم. داداش جان باکس. ای جان. آقا 20 تا باکسشو بزنیم که ببینیم چی میشه. 10 تا اولشو میزنیم. مرسی. خدا رو شکر بیشتر از چیزش داره. خوبه. 54 تا مرسی. بچه بریم تامسون رو ببریم 3. آره بالاخره تامسون برو 3 داداشم. آها 3 رفت. آها 4ش که دیگه نمیشه دیگه 4ش. آقا این نولاز خدایی. آقا 3 بردیم تامسون رو بالاخره. میلوکین تغییر کرد، فقط چیز خاصی نشد، فقط یکم تغییر کرد. حالا اینم 4 ببریم و خلاصی که ایتوریست. آره بچه نظرتون اسپین که الان بزنه الان دیگه خدایی دیگه خیلی کثیف بازیه. بزنین 1600 بشه جمعم بعد میزنم بچه ویدیوشو میذاریم. و اینکه آره ایکی جان اصلا اصلا من واسه این اصلا جم زدم. آره اصلا این دلیل اصلی جمعم این بود. خب بریم که کلش اسکواد دیگه بازی کنیم و خودمون رو ببریم دایموند آیوی. آره البته با رفیقمون دیگه. خب بریم که این دستو خدای وین بگیریم تموم کنیم بریم دایموند آیوی. امیدوارم که بتونیم وینش کنیم که میکنیم. آقا وینا بریم اینو باید وینش کنیم. پینگ عالی اصلا 70. داداش نه این با این پینگ شما رو نبرم دیگه واقعا باید برم بمیرم واقعا. آره دیگه این بازی کس داداش نزن منو. خب داداش چیت داداش شما چیت نیستی یا نه نشستی هیدمو پاره کردی داداش. دمت میگم داداش دمت. همه رو زدن که. خب خوبه ما هم نزنیم یارامون میزنن. خوشمان آمد. آره سپاس داداش سپاس فراوان. من این کوسه رو دیدم فکر کنم لوته. این بده اینه دیگه نزنید دوتایی دیگه تمیتونم. خب آره من هیچ غلطی نکردم بچه ها با یو اس پی. این بده. آقا گان چی بگیریم؟ گان داداش تامسون بود. تامسون نیست. میخواستم تامسون رو استفاده کنم ولی گیری کردیم. حیف شد دیگه. میدونی این بازی کسی بایزه آنه سی بچه اسکارینا اصلا دیگه میخوای ارتقا بدیم توی کلش اسکار دیگه. اولیش 300 تا بود دیگه، بعد دومیش هم میشد فکر کنم 600 اینا 500 و 600 الان شده 200 بعد 400. یعنی خیلی خوب شد. این 100 تا کم کردم از پول ارتقاش. آخرش هم که 900 تاست دیگه خیلی خوب شد بهتر شد. بعض وقتی سر همون 100 بابا من چرا فشار دارم میدم.
داداش آروم باش، تو با مینیوزی فشار میدی، من با اسکار فشار. ما مثل هم نیستیم داداش. او هر ستا اونجا بودن ریدم. خب دوستان گرامی که در مراسم خاکسپاری یاری نبودن همه رو لایک میکنیم. داداش بگیر دبل کد رو بگیر جر بده. آره یکی اون وسط ناک کردم ولی با دست به تیری بود، ولی به هر حال کیل بود. ببین رفت ریوش بده، نگاه کن چه آدم کثیفیه. داداش بگیر بزنش الان ریو من چه ممنون. نش اشکال نداره داداش. مکس 7 داداش، مکس 7 تو من اینو نگاه میکنم. مکس 7 چی برداشته؟ فشار شما میدهید. بزن داداش. داداش من از تو انتظار نداشتم. تو که یو ام پی برداشته بودی مرد مومن، تو چرا اصلا دست به تیری کردی؟ حالا من دست به تیری کنم یه چیزی. تو چرا دست به تیری کردی؟ من مکس 7 نیم. داداش ببین اون اسکار یکی که الان دستت واسه من، ببین به من ندیش چیزت میکنه، هیچ کاری نمیتونم. آره الان هیچ کاری نمیتونم، بس واسه خودت نمیخوام نخواست. خدای الان این هد میزنه، من با اسکار لولی نمیتونم هد بزنم. خدای این هد بزنه خیلی فشار داره بازم. نداشت با همین با مینیوزی زده. چیتر بود؟ بچه فکرم واقعا چیتر رو از تو دیوار رد نشد به نظرتون؟ یه لحظه رو ویو بودم انگار بجن که از پنجره بیاد اینطوری رد شد. خیلی جالب بود. عجیبه واقعا عجیبه خب اسم گان چی بگید داداش؟ گان مردی تو نمردی تو اسکارت میخوای بندازی داداش؟ مردی کامل بعدا سرت داداش. آره اسکار صفر بازی میکنه. یا حمله نه این بر برو این بر برو. خب دیگه بردیم دیگه. چند تا کیل گرفتم من؟ مبروم رفت یعنی چرا من نمیتونم بزنم کسی؟ چرا من نمیتونم کسی؟ خب حداقل یارمون میزنن دیگه. اوکی داداش الان میدونی گرم نیستم، الان اولین دست اومدم دارم بازی میکنم، گرم نیستم بچه. از من انتظار وین نداشت، از من انتظار کیل داشته باشید. خودم از خودم انتظار دارم ولی کلا آره کیل ندادیم به پای یکی دست میدونم نیست. ریدم بعدم ریدم. هی زندگی فشار گان چرا من هی زندگی یک گان درست حسابی بدیم. اسکار خوبه اسکار من کلا رو اسکار گفتی زدم. هی زندگی مثلا ایکی بگیریم بگیم دست و دل واسه بشیم. ایکی هم نیست الان اینجا. ایکی بخوایم بگیریم. هی زندگی بریم. اسکار اینمی اومد بالا از اون برد همه شونو اون برن، همه شونو بزنید، همه شونو بخورید. وایسا داره میاد نمیاد چی شده چی نشده. داداش شما اون برید که تو اینجا یکیتون اینجاست. ببین من نمیدونم یکیتون اینجا. داداش تو دیگه آره دیگه دعیوازی در نیاد. ببین گان داداش گان فارافال تو کی زده؟ داداشم کی زد تو رو؟ اونجا زدنت. خب بزرگ میشه یادت میره چیز مهمی میپری پایین. خب بذار ببینم اینا آخری کجاست؟ آخری برای من است. بذار
تو دست فشار داره یکی بزنه داداش بزن آفرین داداشم اصلا عالی من چرا هیچ کیل ندارم مرسی دمه دارم 957 این بعد داداش بذار اینو بگیرم یه روزی هم بزنیم تنگش یه دونه آیس اسم من بگیر من مواد بدهید یلا یه دونه آیس یه دونه آیس یه دونه آیس داداش آیس بگیر دیگه آیس برای من بگیرید آیس میخوام آیس فشار دوست من اشکال نداره بگیرم به بیرونه یه دونه آیس داشت همون هم هدر فنا رفت بابا اینجا رو دارم میشکنم بگیر بکنن دارم میزنن انمون میکنن باور کن الان میزنن داداش جان از اینجا نمیری دوست گرامی داداشم فشار با مکتین خیلی دزدی بازید خیلی کثیف آدم کثیفی هستی داداش به نظرت اگه ریو میدادی بهتر بود برادرم ریو میدادی من میزدمش باور کن میزدمش ناموسن؟ یه تیر داشت توی دوربین میزدم خب بچه دیگه زاران چیز بس دیگه هرچی شوخی کردیم بسه دیگه نمیخوام این دست الان بازیم پس بازی هست که مهم کنیم ابلیس اومده چند تا کیل داریم؟ هیچ بریم حتی نفر سوم میشه اوکی دیگه 5 و 6 این دست رو بخوایم بگیریم 4 تاشون هم بزنم باز چیز نمیشه اول دوم نمیشه این پشت وای میستیم حالا که اینطور شد تیکه تو میکنم بیا بیرون داداش بیا بیرون بیا اینه که تو چون نمور داداش ممنونم که زدیش ولی دمت هم بابا یکی این آیس لامسته رو بشکن چرا آیس نمیشکنه بکش کنار داداش بکش کنار خونه تو دون مرد بابا اینو بزن داداش آها مرسی چند کیل شد هیچی کیل نزدم باز بابا من این همه آدم زدم فشار خب چه خیلی ممنون شدید بودید و این ویدیو رو تماشا کردین امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و چنل ما رو سابسکرایب کرده باشین زنگوله کنارش زده باشید و اینکه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید با این کار خیلی از ما حمایت میکنید دوستتون دارم و تا ویدیوهای دیگه خدا حافظ راستی ویدیو یه چیزام میذارم بعد هیرویک شدن اونم میذارم یه 5 6 تا دیگه میخوام دیگه آره اونم میذارمشو بعد دیگه اوکیه دیگه هیرویک میرسیم و بعدش هم مستر و ان شاء الله گرم مستر آره تا ویدیوهای دیگه خدا حافظ